ملت پر حکومت باندې کم حق لري؟ اول حق د ملت پر خپل حکومت باندې دا دی چې حکومت به د ملت د خیر و مشورو ته غوږ نیسي. حاکم آمر باید مشوره خیر از رعایت خود باید بشنوه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود الدین النصیحه، دین تمام خیرخواهی است، دین سراسر نصیحت است. قلنا لمن یا رسول الله، صحابه کرام پرسان کرد یا رسول الله دین نصیحت برای کی است؟ نبی علیہ السلام جواب داد لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین و عامتهم. باید ما و شما نصیحت گو برای امرای خود باشیم و آمر مسلمان باید همراه رعایت خود، باید همراه ملت خود در امور مشوره کنه. هر قدر که امیر کلان است، امیر بالکل عالم است، امیر بالکل افلاطون است، ولی از عقل امیر از عقل نبی علیہ السلام کامل نیست. نبی علیہ السلام در تمام کائنات اکمل ترین است، ولی با نبی علیہ السلام هم امر بود وشاورهم فی الامر. یا رسول همراهی صحابه کرام همراهی رعایت خود مشوره کنی در امور. اینمی حق است از طرف امیر، از طرف ملت بر امیر خود، از طرف ملت بر ولسوال خود، از طرف قوم بر والی خود، بر وزیر خود. اینمی امر است که باید همراه اونها مشوره شود.